بنابراین تو از جمله شخصانی باش که وقل خیر قول فی الصحابه کلهم، در حق تمام صحابه ها سخنی نیکو گو و از جمله طعنه‌گرها، عیب کننده ها، جراحت کننده ها صحابه ها را جرح نکن، صحابه ها را عیب نکن. صحابه ها را الله از بالای 7 قبض آسمان ثنا گفته است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از آنها راضی شد، آنها را راضی کرد. الله تعالی به آنها ثنا گفته است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا تسبوا اصحابی، گفتن که صحابه های ما را حقارت نکنید، صحابه های ما را دشنام ندید. اگر شما مثل کوه احد طلا صدقه کنید به نصف کف از طعام یا گندم یا سبوس، اگر صحابه های من صدقه کند، شما مثل کوه احد طلا صدقه کنید برابر نمیشید. اون صحابه ها ایمانی و قوت داشتن. الصحابه من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنا به و مات علی ذلك. صحابه کی هست؟ آن آدمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وا خورده است در حالت مسلمانیش و از عالم مسلمان وفات کرده. همین سه شرط در کسی یافت شد و صحابه است. بعضی صحابه ها بودن در سال 10 هجرت پیش از وفاتشان پیامبر صلی الله علیه و سلم حج کردند. حجۃ الوداع، در حج در بالای شتر حج کردند تا اینکه مردم بینند. بعضی مورخان میگن که 114,000 نفر حج کرده بود، یعنی مسلمان ها. اینا همش صحابه هست. اگر یک مراتب واخورده باشدم صحابه هست. وقتی که واخورد مسلمان است و از عالم مسلمان گذشته باشد همین مسلمان است. لیکن وا نخورده باشد و مسلمان باشد و مسلمان واخورد و الکی صحابه حساب نمیشد. مثلا نجاشی پیامبر صلی الله علیه و سلم وا نخورد، لیکن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام آورد و مسلمان از دنیا گذشت، لیکن ندید، بنابراین صحابه نیست. صحابه هر کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم وا خورده باشد. کلمه وا خوردن نگفتن به جای کلمه دیدم، چون که بعضی گفتن که من را النبی صلی الله علیه و سلم، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده باشد. اگر ما دیده باشد گوییم بعضی نابیناها پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندیده بودند. عبدالله ابن ام مکتوم مؤذن پیامبر صلی الله علیه و سلم نابینا بود ولی صحابه است. بنابراین این کلمه دقیق تر است. این حافظ ابن حجر در کتاب اصابه گفتن من لقی النبی صلی الله علیه و سلم، کسی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم وا خورده است، مؤمنا به، در همون حالت واخوردگیش مؤمن بود و مات علی ذلك، و در همین حالت وفات کرد، یعنی مؤمن از دنیا گذشت. این صحابه است. هر کسی که صحابه است ما در حق آنها طعنه نمیزنیم. و در بیت 21 گفتن که فقط نطق الوحی المبین بفضلهم و فی الفتح آی للصحابه تمدح. در حقیقت وحی مبین یعنی قرآن کریم در فضیلت صحابه ها نطق کرده است، سخن کرده است. نطق کرده است یعنی جایز است استفاده بردنش. در سوره جاثیه آیه 29 الله تعالی که هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ما برای شما حقیقت را نطق میکند، حقیقت را برای شما بیان میکند. کلمه نطق را الله تعالی به قرآن نسبت داد و مصنف هم گفتن که در حقیقت قرآن کریم در حق صحابه ها نطق کرده است. در وصف صحابه ها، در فضل صحابه ها قرآن سخن کرده است. و فی الفتح آیون للصحابه تمدح، و در سوره فتح آیت های هست که صحابه ها را تعریف میکند. در تمام سوره های هم هست، لیکن سوره فتح را گفتند. در سوره فتح چند صفت های صحابه ها آمده است. از جمله در آیت 10 الله تعالی که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اونایی که با تو عهد و پیمان کرد، اونا گویا با الله تعالی عهد و پیمان کرده است. سبحان الله، فضیلت است. اونایی که با تو عهد دادند، پیمان دادند، اینا با الله تعالی عهد و پیمان کردگی هستند. ید الله فوق ایدیهم، دست الله تعالی در بالای دست آنها هست. یعنی اینا که با پیامبر دست داده سلامت کرده عهد دادن، اینا عیناً گویا که به الله تعالی عهد داده هستند. دست الله در بالای دست آنها، یعنی الله همراهی آنها است. این فضیلت است. در آیه 18
سوره فتح الله تعالی که لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قریبا. الله تعالی راضی شد. این بسیار صفتی عالی هست. و رضوان من الله اکبر. از همه بزرگترین نعمت رضایت الله تعالی، از همه بزرگترین نعمت این که الله از شما راضی باشد. در این آیت الله تعالی راضیگی خود را اعلام کرد از آن مسلمانایی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر درخت بیعت کردند و آنها 1400 نفر بودند. اینا صحابه ها بودند. و آخر سوره را در عمومی وصف صحابه ها تعریف کرد، گفت که محمد رسول الله، محمد رسول الله است. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اونهایی که همراهی محمد صلی الله علیه و سلم است، یعنی صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم، میان همدیگر مهربان هستند و مسلمان ها مهربان هستند و کافرها سختگیر هستند. برخلاف امروزه بعضی مسلمان ها با کافرها ملایم و با چهره کشاد و تبسم و سخن میکنن و آنها را قدر میکنن و مسلمان ها را تنقید میکنن، تکفیر میکنن، طعنه میزنن. کار و بارشان مشغولیت با مسلمان ها، طعنه زدن به مسلمان ها هست و مشرک های و کافرها کاری ندارن. اما صحابه ها بین هم دیگر مهربان بودند. رحماء بینهم اشداء علی الکفار، و کافرها سختگیر بودند. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این همش تعریف است. اونا را در حالت رکوع سجده میبینی. فقط راضیگی الله تعالی را امید میکنن، نه پول، نه دنیا، نه شهرت، نه مال، نه آبرو. راضیگی الله تعالی را میخواستند. ثنا به قلب آنها هست و اخلاص آنها الله تعالی ثنا گفت. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. فقط قلبشان پاک نبود، روحشان هم در سیمای آنها اثری سجده دیده میشد. این است مثال آنها در کتاب تورات و مثال آنها در انجیل. حتی در تورات و انجیل هم وصف صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. خلاصه گفتن که فی الفتح اعین للصحابه تمدح، در سوره فتح آیات هایی هست که صحابه ها را تعریف میکنند. در